داخل رو نشون داری از زدن حرکت‌هایی مثل سوما و سیمکش خسته شدی. پس با من همراه باش. یه حرکت خفن خیلی خوب بدون هیچ دستگاهی، فقط با یه بالش توی خونه. پس بزن بریم که با هم دیگه انجام بدیم. بالش روی زمین، پامون رو روی بالش میذاریم، پای یه بالش روی بالش، کاملا زاویه پا 90 درجه، شکم منقبض، کمر صاف، پای روبرو رو زاویه پا کاملا 90 درجه و صاف. پنجه پا صاف رو به بیرون به این صورت. کمر صاف، شکم منقبض. این حرکت رو هفته 2 بار 4 ست و هر ست رو 20 بار حتما انجام بدین. رفقا اگه میخواین بدن خوشگل و فیت داشته باشین، همیشه با من همراه باشین. Good luck.